سروده‌ای داریم از استاد محترم عبدالحکیم خان جویا. عنوان سروده فریاد. چون اهل خرد عزت و ایمان نفروشند، وین گرد و غبار و خاک افغان نفروشند. گرچند دارد رنج و مشقت به سر خویش، طیاره و تانک را به پاکستان نفروشند. امروز جوانان امیدی وطنی ماست، امروز جوانان امیدی وطنی ماست. یک غنچه گلی را ز بوستان نفروشند. کان وقت گذشت چور نمودن وطنم را، زمرد پنجشیر و بدخشان نفروشند. اخچه و شبرغان و سمنگان یکی هست، حتی که آن المند و ارزگان نفروشند. ای مردم بیدار وطن های مسلمان، ای مردم بیدار وطن های مسلمان، چون خانه ما هست کسی کاشان نفروشند. امروز همه دانند که آن دشمن ما کیست، که نسل نوین است و ایمان نفروشند. فخر است به ما نیروی بالنده میهن، فخر است به ما نیروی بالنده میهن، چون خاک نیاکان به پاکستان نفروشند. ارواح شهیدان وطن شاد روانش، یک قطره گز خون شهیدان نفروشند. از دست نفاق و جنگ بدین حال رسیدیم، چون عاشق میهن به ارمان نفروشند. ای پشتون و تاجک و ازبک یکی شوید، ترکمن و هزاره و